سلام، خوش اومدید به کانال ثبت ویژن. امروز در خدمتتون هستم تا در مورد لزوم انجام تغییرات و اینکه تغییرات هیئت مدیره یا تمدید هیئت مدیره آگهی بشه براتون توضیح بدم که چرا اصلا باید این کار انجام بشه. خیلی از شرکت‌ها فکر میکنن که همینی که یک بار اعلام کردن که اعضای هیئت مدیرمون این افراد هستن کافیه. یعنی همینی که خودشون میدونن و یه بارم آگهی روزنامه کردن فکر میکنن که کافی هست، در صورتی که اینطور نیست. ببینید، اگر که شرکتی هیئت مدیرش رو تمدید نکنه یا تغییرات نزنه و اعلام نکنه به ثبت شرکت و روزنامه نشه، این چیزی که اتفاق میفته اینه. ببینید، کلیه مسئولیت ها، بار حقوقی براشون اگر داره، بار مالی براشون اگر داره، کلیه مسئولیت ها با اعضایی هستش که توی شرکت هستن، چه این هیئت مدیره اعتبار داشته باشه چه نداشته باشه. خب یعنی اگر که کسی فکر میکنه که خب تاریخ اعتبار هیئت مدیره تموم شد و دیگه من مسئولیتی ندارم از اون تاریخ به بعد، همچی اتفاقی نمیفته. همچی چیزی نیست. تا زمانی که هیئت مدیره جدید اعضایشون اعلام نشن یا اینکه تمدید اعلام نشه، تغییرات اعلام نشه، همچنان مسئولیت با نفراتیه که قبلا توی شرکت بودن. خب پس این قضیه هستش که حتما باید این قضیه تغییرات رو اعلام بکنن. حالا یا تمدید اعضای هیئت مدیره هست، تمدید اعتبارشون هست، یا تغییر اعضای هیئت مدیره هست که اینا به هر حال صورت جلسه بشه، آگهی بشه و ثبت بشه توی سایت قوه قضاییه و روزنامه رسمی. خب اینطوری اگر که باشه که ثبت نشه، فقط مسئولیت ها باهاتونه، ولی از مزایای داشتن شرکت در واقع شما برخوردار نیستید. این مزایا چیه؟ شما مثلا میخواید با شرکت برید قرارداد ببندید. خب وقتی که هیئت مدیره اعتبار نداره، در واقع شما نمیتونید برید قرارداد ببندید، قرارداد امضا کنید. یا میخواید مثلا برید از بانک ها اعتبارات بگیرید، تسهیلات بگیرید، ضمانتنامه بگیرید، حالا هرچی، حتی دست چک شرکت رو میخواید بگیرید، مثلا تموم شده دوباره میخواید درخواست بدید، اونم نمیتونید انجام بدین چون میگن هیئت مدیره اعتبار نداره و مجبور هستید بیایید شتاب زده صورت جلسه تنظیم کنید، کار انجام بدین. ممکنه خیلی این فرصت ها رو که مثلا قراره توی گرفتن یه قرارداد برای شما زمان مهمه، ممکنه اون تایم رو از دست بدین. پس بهتره که هر چیزی رو سر وقت خودش انجام بدین و نذارید که صورت جلسه هاتون تأخیر بیفته. حالا تأخیر افتاد، مثلا یه شرکتی حالا 3 سال صورت جلسه نزده و فکر میکنه که با این صورت جلسه نزدن هر وقت لازم داشت میره صورت جلسه میزنه، حالا از هزینه ها جلوگیری میکنن و اینا. خب اینطوری نیست. شما مثلا 3 سال هم که صورت جلسه نزده باشید، باید اون صورت جلسه هایی که مونده به عهده شرکت هست و اونا رو باید انجام بدین. یعنی باید روزنامه بشه، آگهی بشه، اعلام بشه. پس این از زیر این قضیه نمیتونید شونه خالی کنید و مسئولیت باهاتون هست و کار قانونیش هم باید انجام بدید که به نفع خودتون هست. البته تو این رابطه هم حالا خیلی هم میان خودشون صورت جلسه میخوان تنظیم کنن و اینا. من مشکلی ندارم، میتونم بهتون راهنمایی کنم، کمکتون کنم برای تنظیم صورت جلسات، ولی چون مسئله حقوقی هست، هر شرکت هم شرایطش خاص هست و متفاوته با شرکت دیگه. شما ممکنه با آزمون و خطا بتونید صورت جلساتون رو تنظیم کنید، کارتون رو آگهی کنید، ولی بهترین کار اینه که از یه کارشناس استفاده کنید و یا با ایشون مشورت کنید، کارتون رو کلا بهشون بسپرین، یا اینی که ازشون کمک بگیرید برای تنظیم صورت جلساتتون که کمترین خطا رو داشته باشین. هر مطلبی دارین، هر سوالی دارین، میتونید توی کامنت ها بنویسید، میتونید توی واتساپ با من در ارتباط باشید. شماره های واتساپمون 2090 54 11 77 11 75 و 2098 930 630 42 84 هست. خیلی ممنون که تا این لحظه ویدیو رو دنبال کردید و دیدید. اگر براتون مفید بود به اشتراک بذارید برای دوستانتون، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید که هیچ پستی رو از دست ندید. من اینجا هستم تا کمکتون کنم که بدون اینکه براتون مشکلی پیش بیاد مسائل شرکتتون رو حل کنید.